به نام خدا. به کانال خاتون شب خوش آمدید. قسمت سوم حکایت شهرباز و شاهزمان. و اما قصه آن دختر زیبارو از این قرار بوده که غول بیشاخودم از مدتها قبل شیفته آن دختر زیبا شده و دل به مهر او سپرده بود. همیشه هم در پی یافتن فرصت برای رو بودن او بوده تا در شب عروسیش آنگاه که او برای آرایش به همراه چند تن از محرمان از خانه بیرون می‌آید، عفریت در طول راه خانه دختر و مشاط خانه در یک لحظه از غفلت همراهان استفاده کرده و وی را می‌رباید و همراه خود می‌برد. زمانی که غول بیشاخودم در کنار چشمه و زیر درختی که شاهزمان و شهرباز بالای آن پنهان شده بودند صندوق را از سر پایین آورد و در آن را گشود، پریچهر از داخل آن بیرون آمد. غول با آن زن زیبا گفت: در طول راه صندوق تو را روی سر گرفته و آمدم. حال خسته‌ام و میخواهم بخوابم. تو مثل همیشه بالای سرم بنشین و مراقب اطراف باش. هرگاه خطری پیش آمد آنگونه که میدانی مرا بیدار کن. غول با گفتن این حرف سرش را روی زمین گذاشت و چشمان خود را بست و صدای خرناس‌هایش به آسمان رسید. پس از چند دقیقه که خواب عفریت سنگین شد، دخترک از جیب بزرگ خورجین مانند جامه خود ریسمانی درآورد که آن ریسمان از داخل حلقه بسیاری از انگشتری‌ها رد شده بود و دخترک همچون عابدی که دانه تسبیح بشمارد با صدای بلند شروع به شمارش آن انگشتری‌ها کرد و با صدای بلند از یک شمرد و به 10 20 50 70 و 100 رسید و بالاخره تا رقم 570. آنگاه با صدای بلند گفت: امیدوارم در این یک شبانه روز که این جادوگر بیشاخودم در خواب است مردی از راه برسد و انگشتری 571 را هم از او بگیرم. ملکزادگان که بالای درخت پنهان شده بودند وقتی دختر را دیدند که با آن صدای بلند دانه‌های انگشتری را می‌شمارد و با خود حرف می‌زند، از بالای درخت پایین آمدند و در مقابل آن زن زیبا ایستادند. زن بدون آنکه از مشاهده آن دو برادر ترسی احساس کند با صدای بلند گفت: چقدر خوب، امروز تعداد انگشتری‌های من 572 عدد خواهد بود. و سپس آن دو برادر دعوت کرد تا در کنار او بنشینند. آنگاه زن گفت: خیالتان راحت باشد که این دیو تا فردا همین وقت از خواب بر نخواهد خاست، مگر به نوعی که فقط من میدونم و خودش یادم داده. البته آن هم در مواقع خطرناک که عفریت‌های غول و غول‌های بیشاخودم خطرناکتری پیدا شوند، نه الان که دو شاهزاده مثل شما آمدند. وقتی دو برادر نگاه نفرت انگیز زن زیبارو را به غول دیدن، از زن پرسیدند: حال که میگویی این غول تا فردا صبح از خواب بیدار نمیشود، پس چرا نمیگریزی؟ زن زیبا سرش را با تأسف تکان داد و گفت: این غول واقعا عفریت است. او مرا جادو کرده و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خود در جایی پنهان کرده که نمیدانم کجاست. اولا هیچ ضربه‌ای بر تن او کارگر نیست. حتی اگر شمشیر هم بر فرق سرش وارد کنی صدمه‌ای نمی‌بیند، مگر اینکه از خواب بیدار می‌شود. با آن وقت است که دمار از روزگار کسی که به او ضربه زده در می‌آورد. در ثانی چون مرا جادو کرده و طلسم شده او هستم، اگر بیدار شود و مرا نبیند، نفیر کشان و پرواز کنند حتی تا آن سوی دنیا هم به دنبال من میآید و مرا میابد، سخت به بند میکشد و بیرحمانه عذاب میدهد. من در روزهای اول اسارتم به دست این عفریت به قصد فرار از چنگ او دست به چنین کاری زدم، ولی متاسفانه سخت تر گرفتار شدم. باید بدانید من تا آخر عمر محکوم به این سوختم و ساختنم. زن زیبارو که ریسمان پر از انگشتری ها را در دست داشت، وقتی آن دو برادر را در مقابل خود دید و فهمید که آنها مشتاق به شنیدن داستان او و قصه عفریت هستند، گفت: من دختر مغروری بودم. خواستگاران بیشماری داشتم که افرادی صاحب لیاقت بودند، اما در بازی دادن آنها احساس لذت می کردم. کار بسیاری از عاشقان و دلدادگان من سرانجام به جنون و آوارگی و خودکشی رسید، از جمله پسری پاک‌نها که تنها فرزند یک زن شوهر از دست داده بود. و چون آن پسر نیز کارش به خودکشی رسید، مادر دل سوخته‌اش نفرینم کرد و گفت: امیدوارم عفریتی سر راه تو قرار گیرد. تو را برو باید که روزی 100 بار بمیری و زنده شوی. از قضای روزگار غولی بیشاخودم که همین عفریت به خواب رفته است عاشق من شد و من که از پیدا شدن این غول خیلی ترسیده بودم و نفرین آن مادر بیچاره را در مورد خود اجابه شده می دیدم و اولین خواستگاری که بعد از این غول از راه رسید جواب مساعد دادم که در شب عروسیم در یک لحظه از غفلت همراهانم در راه مشاط خانه استفاده کرد و مرا دزدید، جادویم کرد و به عقد خود درآورد
و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خود در داخل غاری در دل کوهی قرار داد که من هرگز نتوانستم نشانی آنجا را بیابم. اما خودش گاهی پرواز کنان با آنجا می رود و باز می گردد. اکنون 5مین سالی است که من اسیر دست این عفریت سیه دل هستم. هرچند می دانم به خاطر آن ده شکستنها و نابودی و مرگ آن همه پسر جوان که عاشق من بودم به چنین عقوبتی دچار شدم و تا آخر عمر هم باید اسیر این عفریت سیه کار شوم، اما برای تلافی در صدد گرفتن انتقام از او هم هستم. 2 برادر با تعجب پرسیدند: ممکن است بگویی چگونه داری از این غول بیشاخ و دم که تو را اسیر و گرفتار کرده انتقام میگیری؟ زن زیباروی بدسیرت جواب داد: این غول بیشاخ و دم خواب بسیار سنگینی دارد. وقتی به خواب می رود تا فردا همان وقت از خواب بیدار نمی شود، مگر اینکه من شاخه خشکیده را داخل گوش چپش بکنم. در آن صورت هراسان از خواب می پرد. من برای گرفتن انتقام از این غول بیشاخ و دم وقتی که او به خواب می رود که معمولاً هر 3-4 روز یک بار است، با مردان بیگانه که در ساعات خواب او در سر راه هم قرار می گیرند معاشر و همنشین می شوند. این مردان هر که می خواهم باشند. با آنها یک دل سیر به هوسرانی می پردازم. در پایان معاشرت و نشست خود با آنها هم یک انگشتری از ایشان به یادگاری می گیرم. و همانطور که می بینید انگشتری های ستانده شده را به ریسمان کردم و تعداد آنها 570 عدد است که امیدوارم 571 و 572میش را نیز از شما 2 نفر که فکر می کنم برادر هم هستید بگیرم. 2 برادر یعنی شاهزمان و شهرباز از شنیدن حرفهای آن زن به ظاهر زیبا اما عفریت صفت آنچنان به خشم در آمدند که از پیشنهادش شرمگین شدند و توقف در آنجا را جایز ندانسته و به راه خود ادامه دادند. قدری که جلوتر رفتند شهرباز به برادر بزرگ خود شاهزمان گفت: وقتی ماجرای خیانت این عفریته در حق شوهرش باخبر شدم، دریافتم که غم و اندوه من و تو در برابر بدبختی و فلاکت آن غول بیشاخ و دم با تمام قدرت جادوگریش هیچ است. لذا من قصد دارم دوباره به قصر حکمرانی خود برگردم و بقیه گناهکاران اندرون قصرم را مجازات نمایم و به سلطنت خویش ادامه دهم. حال بگو تو چه خواهی کرد؟ آیا به سرزمین سمرقند و قصر حکومت خویش باز می‌گردی یا می‌خواهی تا آخر عمر نزد من بمانی که البته آن تصمیم یعنی ماندن در نزدم سعادتی برای من خواهد بود؟ شاهزمان گفت: هیچ کدام. نه سلطنت در سرزمین سمرقند را می‌خواهم و نه اقامت در خاک پدری و در سایه حکومت و امارت تو را می‌طلبم. قصد آن دارم گوشه عزلت اختیار کنم و در دیار قربت به شیوهی ساده زندگی کنم و باقی مانده عمر را به عبادت بگذرانم. شاید آنچه بر سرم آمده نتیجه گناهان قبلی خودم بود که از روی غرور مرتکب شدم. نه برادر جان، از همکنون مرا دیگر با حکومت و حکمرانی که کمتر ممکن است عاری از ظلم باشد کاری نیست. من راه خویش میگیرم و به سوی خدای خویش میروم. شاهزمان و شهرباز که بعد از 20 سال دوری آنچنان به نزد هم آمده بودند این چنین از هم جدا شدند. شاهزمان همچنان در ساحل دریای عمان بی هدف و مقصود اما رو به سوی خدا آورده به سوی مقصد نامعلومی جلو رفت و شهرباز هم برای رسیدن به قدرت و سلطنت به عقب برگشت و چون مجددا از کنار همان درخت تناور و چشمه آب رد شد غول را در خواب دید که خرناس‌هایش بلند بود و آن زن زیباروی سیهکار هم همچنان در حال شمردن دانه‌های انگشتری داخل ریسمان بود که هنوز تعدادشان همان 570 عدد بود. شهرباز چون به مقر حکومت خویش گام نهاد و وارد قصر شد، ابتدا تمام اهل اندرون سیهکار و غلامان نابکار و خائنان تبهکار را فراخواند. حاضران چون چهره برافروخته و چشمان خون گرفته پادشاه را دیدند بر خود لرزیدند. این ترس وقتی به اوج رسید که شهرباز جلادان را صدا کرد و داستان خیانت آنها را که یک روز برادر رنجورش و روز دوم هر دو دیده بودند به جمع خائنان تبهکار یادآور شد و فرمان سربریدن همه آنها را صادر کرد که تعدادشان از 30 نفر هم بیشتر بود. محکومان به گریه و زاری و التماس افتادند و شهرباز آبرو باخته قبل از آنکه جلادان دست به شمشیر برند گفت:
ای سیه دلان نابکار و ای نمک نشناسان خیانتکار، آنچه را که من دیدم و شما را در برابرش مستحق این مجازات می‌دانم فساد و تباه 2 روز شما نبود، چه بسا که این سیهکاری ها صدها روز بوده. و بعد بی آنکه به خون گریستن زنانی که روزی گل سرسبد حرمسرا و مراد دل و مطلوب خاطرش بودند اعتنایی کند، از سرسرای قصر خود خارج شد. شهرباز فقط به کشته شدن آن جفاپیشگان خیانتکار رضا نداد، بلکه فرمان داد تا تنهای آنها را از سرشان جدا کنند. آن عده بیش از 30 نفر جلوی سگان شهر انداخته شدند و از سرهایشان برای عبرت دیگران در جلوی قصر خود مناره کوچک ساخته شد. و این انتقام اول سلطان شهرباز بود. انتقام دوم شهرباز به مراتب از انتقام اولش وحشتناکتر بود، زیرا دستور داد که هر روز دختری از دختران زیباروی شهر را بیاورند و او را به عقد ایشان درآورند. و سحرگاهان شب عروسی که هنوز سپیده نزده و خورشید سر از کوه شرق در نیاورده، دستور میداد تا جلاد گردن آن دختر را بزند و او را راهی دیار عدم نماید. 3 سال به این منوال گشت. بیش از 1000 دختر در سحرگاه شب زفاف سرشان از تنشان جدا شده، به ترتیبی که دیگر در شهر دختری نماند و خانه و خانواده‌ای نبود که داغدار این انتقام جنون‌آمیز سلطان شهرباز نباشد. دیگر دختری در شهر پیدا نشد و وقتی شهرباز از این خبر آگاه شد، وزیر اعظم خود را فراخواند و به او دستور داد برای شب‌های آینده از هر کجا که شده و به هر طریق دختر باکره‌ای بیابد. شهرباز گفت: به من گزارش کردند دختری که امروز به عقد من در میآید آخرین دختر این شهر است. به تو فرمان میدهم فردا یا دختری برای من میآوری و یا جلاد سر خودت را از تنت جدا خواهد کرد. وزیر با چهره‌ای پردرد و غمناک به خانه آمد و بر سکوی در سرای خود نشست و سر را در میان 2 دست گرفت. دانه‌های اشکش به دامان می‌ریخت که دخترش بر بالای سرش آمد. وزیر اعظم شهرباز 2 دختر داشت به نام‌های شهرزاد و دنیازاد. شهرزاد دختر بزرگ وزیر اعظم گفت: لطفاً فردا مرا به عقد این ملکه انتقام جو درآور، یا من نیز چون دیگر دختران این مرز و بوم به تیغ هلاکت گرفتار خواهم شد و یا باقی مانده دختران مملکت خود را از این مهلکه دهشتناک نجات خواهم داد. سیلاب اشک از دیدگان وزیر اعظم سرازیر شد، زیرا او هرگز فکر نمی‌کرد روزی برسد که با دست خود نور دیده و دختر عزیز کرده‌اش را به تیغ جلادان بدهد. خواهش‌های وزیر اعظم و یا در واقع التماس‌های پدر نتیجه‌ای نبخشید، زیرا که شهرزاد همچنان بر انجام خواسته خود اصرار می‌ورزید. در آخر به عنوان اتمام حجت وزیر اعظم به شهرزاد گفت: دختر جان، مرا بیم آن است با تصمیمی که گرفته‌ای در پایان بر تو همان رسد که بر درازگوش نصیحت کن دهقان رسید. شهرزاد پاسخ داد: پدر جان، باید به شما بگویم که من هرگز از حرف زده خود بر نمی‌گردم، اما خیلی دوست دارم آن داستان را از زبان شما بشنوم تا یک داستان نیز بر تعداد افسانه‌هایی که می‌دانم اضافه شود. وزیر اعظم سلطان شهرباز یا پدر دلسوز شهرزاد داستان خود را این گونه آغاز کرد.